روز 1 اپریل سال 2024 با تکیه به منابعش در نیروهای امنیتی ترکیه خبر داد که شهروند 37 ساله تاجیکستان فوزل جان و شریک 41 ساله از قرقیزستان زولفیه در شهر استانبول با اتهام آمادگی به حمله تروریستی دستگیر گردیده زولفیه را الکی از قلمرو ترکیه اخراج کردند. بنا به اطلاع نشریه، کارمندان مقامات هر دو را از یک منزل در محله پندیک استانبول بازداشت کردند. هنگام گفتگو از خانه آنها لباس رسمی ژاندارمری، همچنین کلاه و جفشن پلیس، راسیه ماشین، کارت و مواد الکترونی با دستورهای یافت و همچون دلیل شیعی مصادره کرده شده است. به باور مقامات آنها قصد داشتند بعد انجام حمله با استفاده از لباس پلیس فرار کنند. معلوم شده است که فوزل جان مدت طولانی باز عضو سازمان تروریستی داعش بوده. او را در بین جنگجویان با لقب ابو اسماعیل میشناختند. تفتیشات حالا باید معلوم کند که این زاده تاجیکستان با کدام افراد داعش در تماس بود و در ساختار این سازمان تروریستی خود او شخصا چه مقام داشت. به گفته منابع حریت، حمله تروریستی نقش ریزی کرده فوزل جان و زولفیه در مرحله تیار قرار داشت. در این باره که آنها در کجای ترکیه میخواستند حمله انجام دهند چیزی گفته نشده است. چهارزاده تاجیکستان که متهمان اساسی در حمله خونین روز 22 مارس در کنار شهر مسکو دانسته میشوند نیز با ترکیه ارتباط داشتند. در آن حمله به تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنogorsk 144 کس کشته شدند. معین کرده شده است که دست کم 2 نفر از متهمان اساسی سید اکرم رجب علی زاده و فریدون شمس‌الدین در اول سال جاری به ترکیه رفته، هر کدام در آنجا بیش از 1 ماه مانده و سپس هر دو همزمان در یک روز یعنی 4 مارس همگی 2 هفته پیش از حمله به روسیه برگشتند. اخیراً منبع خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان خبر داد که یکی از متهمان اساسی حمله به کراکو سیتی هال فریدون شمس‌الدین با سازمان‌های افراطی تاجیکان در ترکیه علاقه داشت و آمادگی حمله تروریستی را در استانبول گذاشته است. منبع سپوتنیک همچنین گفته است که بازداشت اخیر 10 تن از افراد داعش در ترکیه محض بر اساس بیانات فریدون شمس‌الدین میسر شده است. وزیر کارهای داخلی ترکیه علی ارلیکای روز 31 مارس خبر داد که در بین 4 روز در 21 ولایت این کشور 51 نفر را با اتهام همکاری با داعش دستگیر کردند.